دوست گلم، اگه این 5 دقیقه جلوی الگوی لباستو ندونی، الگو رسما نابوده. پس بیا تا آموزشو بهتون بدم. لطفا قبلش حتما فالوم داشته باش برای آموزش‌های بیشتر و پست رو برای دوستای هنرمندتون هم بفرستید. فرم عالی با 5 الی 6 تا لقی. لقی پنز طلایی، یقه، حلقه، استاپیکره، عصایی و شانه. اولین کاری که انجام میدی قسمت پنس نوک سینه رو یه چسب بزنید تا هنگام قیچی از همدیگه باز نشن. پنس طلایی رو که به اندازه نیم سانت بوده رو بسته و تا قسمت گوده گردن گونیایش میکنیم و قسمت هاشون خورمون هم که 2 ریزمونه. یقه یقه رو طبق اندازه بازیش لحاظ میکنیم که من طبق این بازی یقه گردم 1.5 سانت از گودی گردن لقی لحاظ کردم. بعدش مجددا یقه رو اصلاح کردم. یقه حلقه هم که طبق سایز لحاظ کردیم هم به همین شکل میبندیم و حلقه هم رو مجددا اصلاح میکنیم. میرسیم به استاپیکره که طبق سایز 1 الی 1.5 سانت لحاظ کردیم و طبق تصویر میبندیم و خط پهلو رو مجددا اصلاح میکنیم. در قسمت شانه از نوک گردن نیم و از انتهای شانه 1 به سمت پایین اومده و 2 ریز میکنیم. حالا در این قسمت پنسه بسته شده رو طبق مدل و کاربردمون یا به پنس زیر سینه، شانه، کمفور یا عصایی انتقال میدیم که من در اینجا به درز عصایی انتقال دادم که میخواستم یه نکته خیلی مهم رو بهتون نشون بدم. مشاهده کنید اومدم در هلال نوک سینه یه نیم سانت لقی ازش برداشتم که باعث نشست قشنگ در کف سینه میشه. خب دوستان، اینم از لقی‌های جلوی الگو که درخواست داده بودین.